من در ذهن دارم برای آینده افغانستان رژیم سیاسی رژیمی باشه که مبتنی بر اراده مردم از طریق دموکراسی و خود آرای مردم باشه که رژیم آینده را تعیین کنه. یکی از اهداف و آرمان‌های همیشگی ما بوده. ما همیشه رژی تاکید کردیم به این عقیده ماست که یگانه راه حل معقول در افغانستان فقط از طریق دموکراسی و از طریق انتخابات ممکن است و اینکه هر انسان یک رأی خود داشته باشه و ما دستیم به روزی در کابل در قدرت بودیم این پروسه را تحت نظر سازمان‌های بین المللی در افغانستان پیاده کنیم. کت کافر دوستی کردن در دموکراسی حلال نیست؟ اینو بگوی. غلامی کافر کردن در دموکراسی یک چیز مدرنیسم قرن 21 نیست؟ آزادی عقیده ای که میتونه مسلمان کافر